ریشدارا رو بینن در بازار و در کوچه ها، کارمندان نظارت را ریشدار در ماشین قپ تمام خدا میتیش، او رو تمسخر کرده، او رو حقیر کرد، تحقیر کرده، از ماشین میفرارد و تهدید کرده میبره به جای درکاری. همین خدا به پیغمبرش در 1440 سال پیش گفته بود، زیرا کفر در هم عصر و زمان تا قیامت یک رفتار داره. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. روز قیامت می شود. مراد از الیوم روز قیامت است، روزی که ما هم میریم، شما هم میرید، این ریشتراشا هم میرن، این روی مال از سری دخترای مسلمان میگرفته میپرفتگی هم میرن، حاکماشون هم میرن، نارفته علاج ندارن. ریش برای مسلمان سنت پیغمبرش است، چهره زیبای محمد است. ریش حتی فتواها من کسی ریش یک آدم میتراشد به زور، اگر حکومت اسلام باشد برای این آدم ریش تراشیده کل دیت واجب می شود. من حکم ریش گویم، یک کس می ریش شما رو به زور می تراشد، شریعت حکم او رو چی می کند؟ در خلاصه هم هست، این فقه حنفی است، حضرت امام اعظم فقهش است، حضرت امام اعظم فتواش است. برای این شخصی ریش تراش که او رو در شریعت حلاق میگن کل دیت واجب می شود. دیت انسان 1000 تیلاست، یا 1000 گوسفند است، یا 10,000 گوسفند است، یا 1000 گاو است. ریشی کسی را تراشنی اگر گویا خون او را ریخت، گویا سری او را برید، بنابراین شریعت او را 10,000 تنگی باید جریمه شد در صاحبوش. امروز این حاکم های ما تراشیدن ریش مسخره کردیان، گویا این در اسلام یک چیزی عادی نادرکار باشد. یا الله، اینا از خدا نمیترسیده باشند. من به این کارمندای کارهای داخلی میگم عزیزان من، شما طاقت عذاب خدا ندارید. والله تراشیدن ریش یک مسلمان برابر ریختن خونش است. این مذهب امام اعظم است. شما به خود بیایید چی کار کرد ایستادید؟ حتی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه پرسیدن که یک آدم میخواد که ریش تراشد حق داره به او جنگ کند؟ حضرت میگه حق داره به او حتی تا کشتن جنگ کند. در خلاصه از کتاب دیات است. اگر این شورای علمای ما علماهای با ناموس داشته باشند که این فقه حنفی است، این قول امام اعظم است، بیارن به اونها نشان تیان. عزیز من، این ریشی مای تروریست نیست. او تروریستی لعنتی میخواهد با ریشی تراشیده هم با موی سرم با پاپیراس آن رو همون نیت ناپاک شکند. محمد تروریست نبود، اصحاب محمد تروریست نبودن، ریش زیباگیشان بود. ما علماء الحمدلله تروریست نیستیم، ما از تروریست بیزاریم. ما کسی میخواهد مسلمان خیانت کند در خانه‌ش و در ملکش و در آرامش، ما از او بیزار هستیم. نخواد که ریش نشانی تروریستی باشد، نخواد که تاقیچی سفید نشانی تروریستی باشد. یا الله، وقتی که از تاقیچی سفید عزیزان من شما نفرت داره، از کفنی سفید هم نفرت کنه، کفناتان و سانی سرخ کنه نباشد. پیغمبر خدا بهترین لباس مسلمان لباس سفید است، کرتی سفید، تاقی سفید، سلی سفید. حضرت حتی مرده هاتان کفنی سفید کنه. تا چیل ریش ممکن نیست. وقتی که من 40 نرسیده مرم، وقتی که این جوانا 40 نرفته مرند، پیغمبر خدا اینا رو چی میگوید؟ پیغمبر خدا اینا رو شفاعت میکند یا نه؟ نه، نمیکند.
پیغمبر امت ریش تراشیده شه والله شفاعت نمیکند. وقتی که تا 18 نماز نخواند، تا 18 مسجد نرود، تا 18 رفته دیننگی بچه که 16 ساله رو من جنازه کردم مرد، وای حالو چی بشه پیشگاه خدا ده و یکی از عذاب خدا خلاص میکنه؟ همین کارهای داخلی رو کارگراش، همین نظارتچی های راه و عمل نسا نه نمیتونه خلاص کرده. عزیزان من، بنابر ما رئیس جمهور احترام میکنیم. من رئیس جمهور شخصا خودم احترام میکنم. در من حضرت قبلگاهی شنیده بودم که نسبت این کس شما خیلی با آداب و با احتیاط باشید. من تا آخر در این عهد حضرت قبلگاهی میستم، لیکن من باز به اعلان میکنم به همه فهمند، همه حکومت دارا باید فهمند که پیغمبر ما گفت است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت مخلوق هیچگاه جایز نیست. خواه رئیس عالی است، خواه جناب عالی است، خواه پرکرار است، خواه سود است، وقتی که در او رو ما قبول نمیکنیم. ما قبول، یکی من اگر سرم برن قبول نمیکنم. ما مسلمان هستیم، خون ما خون مسلمان است. ما هیچگاه ناآرامی جمهور کشور ما نمیخوایم. ما میخوایم جمهوری ما آرام باشد، تنگ باشد، پیشرفته باشد. نخواد که همین مسجدها آرامی جمهوری ما را کلید کنند، نخواد که همین ریش آرامی جمهوری ما را کلید کند. آخر این تروریسم اول خودی امریکا برآورد. والله همون القاعده بدبخت هوای خودش تربیه کرد، با افغانستان هوا سر داد. در زمان شوروی نه القاعده بود، نه تروریست بود، نه تروریسم بود. اینها از کجا پیدا شدن اصطلاحات؟ من امروز حال ما همین است. امروز وقتی که شب این آیه مبارکه رو میخواندم آب دیدم میریخت. به خدا من مراجعت کردم، خدایا ما از دست من چیزی نمیبیاد. من همون دعای حضرت نوح به تو میکنم، ربی انی مغلوب فانتصر. آخر او تروریست بدبخت با موی سرم میتونه این کارش کنه. با ریشی تراشیدن میتونه، با همون پاپیراس هم میتونه وقتی که نیتش پلید باشه این کار کنه. نه به همه شما من خطاب میکنم، بچه های عزیز، شما یگان کاری جنایت دست نزنید، فقط صبر کنید. صبر کنید. خوب ریشاتان میتراشند، تحقیرتان میکنند. اگر یگان کاری خلاف قانون کنید، ما از شما همچون پیشوا راضی نیستم. صبر کنید. انشاءالله آخر غلبه بر اسلام است. انشاءالله مثل که خداوند حزب کمونیست از جامعه دفع کرد و پرتافت، این دفع میکنید میپرتافت. شما لیکن یگان کاری خلاف قانون دست نگیرید. صبر ریشاتان تراشند، گریه کنید، به خدا مراجعت کنید. مون روی مالای دختراتان گیرند، چیکار عکس العمل نشان نده، به خدا مراجعت کنید. خداوند خدا خودش اینا هم دیده است، ما هم دیده ایستاده است. خدا انتقام مظلوم از ظالم میگیرد. وقتی که کاری را در پیشی کنسرتی سمی بوده، سمی یوسف بوده، می خفن ریشاش میتراشن، کاریو نزد ما آمد گریه کرد. من دادر عزیز صبر کن، انشاءالله خدا خواه ثواب میگیری. یگان کاری دیگر دو دست نزن. باز میگم از شما عزیزان، بچه های خوشرو، خوب شما میتونه به رئیس جمهور شکایت کنی. خدا خواه رئیس جمهور از این خبر ندارد، من باور دارم. شما میتونه به رئیس شورای عالی محمد سید عبیدالله شکایت کنید. شما به سود و پرکرار شکایت کنید از روی این ملیساهایی که ریشاتان میتراشند، شما را حقارت میکنند، شما را تحقیر میکنند. مراجعت کنید، قانونی مراجعت کنید، انشاءالله فریاد شما به یک جا میرسد. اما گپشان نگیرید. ریشاتان تراشیدن با مونه با برود، تاقیاتان گرفتن فردان با تاقی نمونید. خوب این حکم اسلام است. کسی ریش شخص میتراشه برابر دی سرش بریدن است گناهش.
بنابر کل دیت بر همون سرتراش واجب میشه. سرتراشایی که ریشای مردم به لیسان میبرن میتراشن